خیلی خیلی خوش اومدید. سلام عرض میکنم خدمتتون. امیدوارم که حالتون خوب باشه، روزتون بخیر باشه. عرضم به خدمتتون که خب با همونطور که اطلاع رسانی کرده بودیم، امروز بر روز دوشنبه ساعت 12 ظهر قرار که یک لایو رو در خدمت شما باشیم با بررسی در واقع هم بازار، هم حالا اتفاقاتی که حالا حاضر افتاده و فرصت هایی که پیش رو داریم و میتونیم در واقع ازشون استفاده بکنیم. ما امروز در خدمت آقای فرزاد هستیم. من ایشون هم اومدن، من ایشون رو اد کنم به داخل لایو و در خدمتشون باش. سلام، سلام سلام. وقت شما صدا و تصویر بخیر. منو دارین؟ دست شما بخیر. بله، تصویرتون رو من دارم. دوستانم اگر دارن یک اعلام بسیار بفرمایید که خیلی خوش اومدید. آقای فرزاد مرسی وقت گذاشتید. امروز ما امروز خواهیم یه تحلیلی از تتر و حالا دلار داشته باشیم و موقعیت سرمایه‌گذاری که در رمز ارزها پیش رو میتونیم در واقع در زمان پیش رو در واقع ازش استفاده بکنیم. در ضمن با این مسئله می‌خواستم یه مقدار کوتاه با هم صحبت کنیم که دوستان بتونن استفاده کنن. من حالا یه سوال اولیه داشتم از شما دوستان، این سوال جواب بدیم، حالا بریم سراغ بقیه موضوعات بیشتر در خدمت شما باشیم. یکی اینکه اصلا این قیمت تتر چی شد؟ یهو قیمت دلار تتر یهو رفت بالا، بعد اصلا چی قراره بشه؟ یه توضیح اگر بدید ممنون میشم. مرسی ممنون. خب سلام خدمت همه بینندگانی که دارن ما رو میبینن و میشنون. عرضم به حضور شما، حالا خودتون بهتر میدونید، حالا بینندگان احتمالاً میدونن تتر خب معادل همون دلاره و 90% قیمت دلار تو ایران روی تتر هم تاثیر میذاره و از اونجایی که تتر رو راحت تر میشه خرید، معمولا قیمت تتر تو اینجور مواقعی که حباب میگیره دلار، قیمتش یه مقدار بالاتر هم میره به نسبت حالت عادی خودش. اتفاقی که افتاد یعنی که خب پیش بینی میشد دیگه، چون نمیخواستن قیمت بنزین رو گرون کنن، قیمت دلار یه مقدار رفت بالا و تاثیر گذاشت روی خرید تتر و تتر هم به همون میزان رفت بالا و چون خرید و فروشش راحت‌تره یکم سریعتر رشد کرد که البته بانک مرکزی درگاه های پرداخت صرافی ایرانی رو مسدود کرد که بتونه این رو کنترل کنه، ولی خب باز به همون صورت نمیشه چون راه های خرید تتر خیلی زیاده و خیلی راحت میتونن اینا رو خرید و فروش کنم. من توی تحلیل هایی که حالا ما هم توی کانال تریدمون میذاریم برای دانشجوامون، هم توی همین استوری های پیج خودم گفتم که یک لگای حرکتی بزرگی تتر گرفته و داره 8% میره بالا و اسکا میده. و من دیروز یا پیروز گفتم که محدوده 81 تا 82 محدوده خوب در بازگشت قیمته و از اونجا قیمت برگشت تا 70,000 تومان و من از این ریزشش تونستم یه سود خوبی بگیرم. ببین خب حالا شورت شاید خیلی از گرفته بینندگان بودی ما الان درسته؟ ندونن. بله حالا شاید خیلی از بینندگان ما ندونن، ما خیلی به این بازار مالی سعید جان جاییه که پول از جیب آدم‌های عجول میره به جیب آدم‌های صبور و اینکه چه کار باید بکنید من حالا الان بهتون نشونم میدم که صادقانه بگم این کارو کردم. من به همه گفتم من از 78,000 تومان، حتی ریزش توی پیج من هست، من از 78,000 تومان به همه گفتم که دیگه نخرید. یعنی اگر قبلش خریده بودید بازی توجیه داد دیگه، از 78 به اون بعد موقعیت خرید نداره و گفتم بفروشید. یا حالا خیلی هم ندونن شما حالا آموزش میگیم معاملات تعهدی یا فیوچرز، ما از 78,000 تومان شورت گرفتیم که دوستان اتفاقا بهتون نشون بدم، بچه ها ببینن. ببین من اینجا دارم تاریخچه معاملاتم تو همین چند روز که اتفاقا تو سفرم بودم. ببین من چند تا معامله فروش تتر به تومن گرفتم از 79 و 200، 79 و 388، 79 80,900 تومن، 79 و 200. خب نتایجش هم اینجا از چیزی نیست که من بخوام دستکاری کنم. یه 2,800,000، یه 6,500,000، یه 1,700,000 ضرر، یه 13 میلیون سود و یه 1,300,000 هم سود، دوباره یه 245,000 تومان سود. اینا بچهای ما که حالا دانشجوهای ما که تو دوره‌های ما شرکت میکنن این فضاها رو بلدن دیگه، میدونن باید چیکار کنن. ولی خب مردم عادی یه مشکلی که عموم دارن، جدا از این که
حالا دچار ترس میشن و خرید میکنن تو قیمت‌های بالا. یه مشکل دیگه اینه که اصلا نمیدونن که آقا میتونن از پایین اومدن قیمت تتر یا دلار هم سود بگیرن، نمیدونن از پایین آره اومدن قیمت بیت کوین و اینا هم میتونن سود بگیرن. و ما وقتی حالا تو آموزشامون اینا رو بهشون میگیم، مثلا طرف یه دریچه‌ای به ذهنش باز میشه که او مثلا چقدر خوب و اینا. البته زیاد موافق نوسانگیری از دلار نیستم، ولی خب موقعیت دیگه، موقعیت وقتی تحلیل درسته میشینه و وقتی میتونیم از این موقعیت سود بگیریم چرا نگیریم. به هر حال خودش آره و اه، من این نکته هم جالبم، جواب خیلی نهایی نکته جالب بود که شما توی بفهم. داخل در واقع داشت صحنه نشون میدادید. این نکته رو که همیشه توی کلاس ها هم در واقع شما میفرمایید و حالا توی بقیه جا هم همیشه ما به دوستان و دانشجویان میگیم، این که سود و ضرر در کنار همدیگه هستش. این بحث این که اون ضرری هم که اونجا وجود داشت خیلی جالب بود که نشون بده که همه دقیقا. معامله قرار نیست که در واقع سود ختم بشه. نه و اینکه شما نباید به استراتژیتون دست بزنید. من دقیقا شنبه هفته پیش بود اگه اشتباه نکنم، یک شنبه بود که ما اولین دوره کلاس های تریدمون رو داشتیم. تو اون کلاس خب خیلی‌ها نشسته بودن، من اومدم یه تیکه از تتر تحلیل کردم، گفتم آقا لگ حرکتی بعدیش تا 82 و از اونجا امکان ریزش داره. بعد یکی میگفتش که نه تا 90 میره و اینا، یعنی از این استدلالای به اصطلاح راننده تاکسی و کوچه آره بازاری و البته توهین به رشت راننده ها نشه، اصلا از این اصطلاحات گفتم اینطوری میشه. و دیروز همون به من پیام داد که آره اینطوری شده و اینا. و من چون از 79,800 خریده بودم، حالا حجم پولم زیاد بود، تا 30 میلیون هم رفتم تو ضرر، ولی دست نزدم و دقیقاً از آره 79 ریجکت شد دیروز و 77 تومن فروختم. و این که نمیدونم حالا بچه‌ها اینجا هستن، بچه‌های دوره توی لایو من بهشون آره گفتم که احتمال لگه بعدی تا 82 خیلی بودن. باید صبر کرد و باید هیجانی عمل نکرد. اصلا این هیجانات میاد که ما رو نابود کنه دیگه. شما نباید الان مثلا یه عده برای من دارن هر روز یه سری اخبار میفرستن که آقا تتر داره از معاملات نمیدونم اروپا حذف میشه اینا. من هیچ پیامی هم اعلامیه راجعش نداشتم، هیچ خبری هم نداشتم، چون ببین چیزیه که اینا از اخبارهای فوماییه که هیجانی کنه داستان رو. آره نباید بهش واقعا توجه کرد. یعنی هیچ وقت سود نشده اینجور اخبار برای عموم، هیچ وقت. آره دقیقا. در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. دقیقا خیلی جالب هم هست که شما توی استوری هات رو هم در واقع اون ضرری که در واقع بابت فروش دلار در واقع توی اون معامله گذاشته بودیم نشون دادید. بعد حالا یه 24 ساعت 48 ساعت بعدش میگه در واقع اون بحث سوده هم اتفاق افتاد در کنار سود بله و ضرر در کنار هم بله دیگه، مجموعاً بله به خاطر اون صبر اتفاقی که افتاد باعث سود شد. من بله یه سوال دیگه هم داشتم، این که میخواستم جان. بدونم، حالا چون خیلی از دوستان پرسیده بودن از قبل یعنی توی این بازه هم در تماس تلفنی که ما برای مشاوره با دوستان داشتیم، هم حالا پیام هایی که توی تلگرام، توی اینستاگرام یا توی بخش ارزم به خدمتتون که گروه ها و کانال هایی که ما برای دوستان دانشجوی خودمون و حالا عموم مردم داریم، بله سوال پرتکراری که در واقع بودش این که واسه سرمایه گذاری میخوایم بدونن که این تحلیل شما و تیم اتاق ترید ما واسه سرمایه گذاری روی در واقع بازه آینده ای که پیش رو داریم، روی چه آلت کوین هایی در واقع بله. بیشتر میبینید و فکر که مناسب هست برای سرمایه گذاری؟ درود بر شما. من یه چیز خیلی ساده میگم که پیچیدش نکنم داستانو، چون حالا بازار به هر حال هر روز ما هم قطعا نتایج یعنی چیزایی که میگیم آپدیت خواهد شد، ولی من یه چیز ساده میگم به شما که به همه میگم این رو گوش کنن. ببینید بیت کوین الان که دارم با شما صحبت میکنم تقریبا 94,000 دلار. خب ببینید بیت کوین یک گپ خیلی خیلی بزرگی از محدوده 81,000 تا 84,000 دلار داره. تا بیت کوین به اون محدوده گپ نرسه، من به شخصه هیچ چیزی نمیخرم برای سرمایه گذاری بلند مدت. من تریدم رو انجام میدم، باز خودم کوچیک ترید میکنم و نوسان میگیرم، ولی تا به این باکس 81 تا 84 هزار نرسه من چیزی نمیخرم. حالا سوال این قسمتش رو هیچکی نمیتونه به شما بگه مثلا آقا خب کی میرسه به این محدوده. امکان داره همین امشب برسه به این محدوده قیمتی، امکان داره که 3 هفته دیگه برسه، امکان داره 2 ماه دیگه برسه. اینو نمیدونم، فقط میدونم که اون محدوده گپ قیمتی باید پر بشه تا ما بریم به سمت آلت کوین ها. حالا
توی اون گپ قیمتی قطعا خیلی از آلت کوین ها ریزش کردن سعید جان و تقریبا شما اونجا اگه هر چیزی بخری توی یک ماه دو ماه بعدش میتونی با سود خوبی بفروشی، ولی همونجا چه چیزهایی بخریم که مناسب تر. ببینید بعضی از ارزها رشد کردن و بعضی هم هنوز رشد نکردن. مثلا من خودم یکی از ارزهایی که منتظرم که به اون قیمت برسه که بخرم اتریومه، چون اصلا به اندازه کافی رشد نکرده و میتونه مستعد رشد در آینده باشه. یه سری ارزهایی که رشد قابل توجهی کردن رو موافقشون نیستن، مثل ریپل. خیلی ها حالا میگن آینده ریپل مثبته، منم در این شکی ندارم که آیندهش مثبته، ولی رشدش رو به اندازه کافی انجام داده و خیلی ها در سود هستن و احتمالاً میفروشن. اون فشار فروش نمیذاره که قیمتشون بیشتر از اون حد بره بالا. پس یه چیز کلی اگه بخوام بهتون بگم، باید صبر کنیم تا بیت کوین اصلاح درست حسابی بده، تا محدوده 80 از 81 تا 84 بریزه. اونجا باز یه سری موقعیت هست. من یکی از کوین های معتبری که میخوام حتما بخرم اتریوم هست وقتی که بیت کوین به اون قیمت برسه. یکی دیگه از کوین هایی که حتما میخرم ارز پولکادات هست وقتی که قیمت به اون محدوده برسه، چون خیلی عملکرد مثبتی داشته که اینجا. یکی دیگه از ارزها ارز الگوراند هست ALGO که خیلی ارز مناسبیه واسه اون موقع، و همچنین ارز ورد کوین WLD ارز مناسبیه واسه اون محدوده. اینایی که دارم میگم همه ارزهای با پدر مادری هستن که سرمایه گذاری درشون میتونه مورد قبول باشه، یعنی میشه و ازشون سودی گرفت. و یکی دیگه از ارزها فایل کوین هست. شاید حالا خیلی از ارزهای دیگه توی این مدت رشد خوبی داشتن و مثلا میگن شما چرا اونها رو نمیگی. ببین موقعیتی که رفته میشه مثل همون دلار 79 80 هزار تومانی، یعنی وقتی از یک نقطه گذشت و شما دیگه نخریدی دیگه ارزش نداره، خیلی باید وایسی برگرده پایین‌تر و اینا سقف‌های قیمتی خوبی ثبت کردن و الان دیگه زیاد مناسب خرید نیستن. پس من اگه بخوام به شما یه پیشنهاد بدم، اولا که باید صبر کنید تا بیت کوین به اون محدوده برسه. در غیر این صورت هر خریدی متحمل ریسکه، یعنی دید آدم ها ما هم فهم میکنه سعید جان. مثلا اگه یکی به من بگه من میخوام یه چی بخرم 5 سال دست نزنم، میگم همین الان بخر، هیچ فرقی نمیکنه. چرا؟ چون با این ریزشی که من انتظار دارم بیت کوین حدوداً 10% بریزه، یه سری ارزها میتونن تا بین 15 تا 20% بریزن و ما از اونجا با سود اینا میتونیم سود خوبی بگیریم. ولی مثلا کسی که میخواد 5 سال هولد کنه اصلا دیگه براش فرق نمیکنه 10% 20%، اون دنبال سود بالای 10,000% و رو همین قیمتا میتونه بخره. ولی اگر از من میشنوید، یعنی کاری که خودم دارم میکنم، خیلی ها این روزا به من گفتن که تتر میخوام اینا، گفتم آقا من خودم نمیخرم. من واقعیتش هم بهتون بگم، من خودم تتر رو منتظر محدوده 74,000 تومان هست. یعنی الان اتفاقا خیلی هم تتر لازم دارم، ولی من منتظر محدوده 74,000 تومان هستم، چون اگه بخرم سوخت میدم. یعنی 5% 6% دارم بالای قیمت میخرم و این 5% رو در آوردن تو بازار مالی به همین راحتی، اونم تو ترید به همین راحتی. آره دقیقاً. من برای اینکه این مقدار شفافتر هم برای خودم هم برای حالا دوستان باشه، ما اگر بخوایم زمان بندی رو حالا بجز بحث حالا معاملات فیوچر اسکالپینگ که تو بازه کوتاه مدت بله روزانه انجام میشه بزنیم کنار، برای بحث اثبات سرمایه گذاری های متفاوت اگه بازه زمانی در نظر بگیریم، بازه زمانی تا زیر 2 ماه، بازه زمانی 2 تا حالا در واقع 6 ماه و به بالا و بالای 2 سال بخوایم نظر بگیریم، یعنی 6 ماه تا 2 سال و بالای 2 سال، این بله پیشنهاد سرمایه‌گذاری که شما تو کدوم بازه جا میگیره؟ زیر 2 تا 6 ماه، 6 تا 2 سال یا نه بالای 2 ساله؟ بله این پیشنهاد سرمایه‌گذاری من بین 2 تا 6 ماه، یعنی تو 6 ماه آینده. ببینید من یه نکته بهتون عرض کنم. من قبل از ما متاسفانه الان تو بازار ارزهای دیجیتال با یه موضوع عجیبی روبرو هستیم، اونم ترامپ و ایلان ماسک. متاسفانه اینا خیلی دارن بازار رو دستکاری میکنن با اخبارش. ببین تا ترامپ نشینه توی کاخ سفید، من به شخصه رو خرید خیلی تردید دارم. یعنی من در این که قیمت ها میره بالا اوکی ام، ولی مثلا یه اخباری هست که خب با پیروزی ترامپ خیلی بازار غیر خطی عمل کرد. من معتقدم که باید یه
که 2-3 هفته صبر کرد، یه 2-3 هفته صبر کرد تا قیمتا به نقطه خوبی برسه و بعد از اون برای 6 ماه، یعنی همیشه هم همینطوری بوده، بازار رشد بازار تو بازه‌های 3 تا 6 ماه هست، بعد از اون بازار میره توی رنجی و بعد دوباره 2-3 ماه رنج میزنه و بعد دوباره پرت میشه بالا. ولی من دوست دارم یه سود حداقل 100%، حداقل 100%، یعنی مثلا من خیلی دوست دارم اتریوم، الان که دارم با شما صحبت میکنم اتریوم قیمتش $3420، من خیلی دوست دارم اتریوم رو 2800 بخرم و رو محدوده 5000 خورده‌ای بفروشم که میشه سود 100%. تازه از اتریوم، از بقیه ارزان میشه سودهای بیشتری گرفت تا مثلا فرض کنید 6 ماه آینده این کار رو انجام بدم و بعد از اینکه این کار رو انجام دادم دیگه دوباره پولامو کش کنم و وایسم منتظر جامپ بعد. ولی اگر کسی به قول شما میخواد تو بازه 6 تا 2 ساله یا 2 سال تا 6 ماه کار کنه، فرقی نمیکنه، الان هم قیمتا جای خوبی هست در واقع اونجا دیگه مثل خرید ملک میمونه. ولی این چیزی که من به شما عرض کردم برای بازه 2 تا 6 ماه هست. خیلی هم عالی. من فقط 2 تا سوال از دوستان داشتم. دوستان اگر سوال دارید چون توی کامنت ها قاطی میشه بزنید تو کوئسشن بنویسید. نام ارزها چی بود داخل لایو قطع شد، اگه بشه یک بار دیگه ارزها رو بگیرید فقط چشم، تیتروار برای دوستان. من الان براشون می نویسم اینجا اتریوم پولکادات ارز ارگو موین اینا. حالا کانالمون هم بذاریم بهتر این سایت سوزیدی تو کانال بذاریم که من بچه ها پیشنهادم اینه مثلا که فقط هم تیتروار شما بگید، حالا بچه ها داخل بسیار کانال خوب. هم میذارن که بتونن بعد دوستان استفاده کنن. سال بعد که لایو باریکلا. ضبط میشه، لایو رو ضبط میکنیم ولی نه در کانال قرار نمیگیره. خلاصه این لایو رو اگر دوست داشتید پیام بدید دایرکت بدید، حالا دوستان براتون هماهنگ کنن که بهتون ارسال بشه و نظرتون در رابطه در مورد ریپل تو بازی زمانی 6 ماهه چیه؟ ریپل ببینید، من الان اینی که میگم شاید ریپل قیمتش خیلی بره بالا، الان میگن که مثلا چت جی پی تی هم پیش بینی کرد ریپل میره بالا یا مثلا فلان. به نظرم از ریپل رشدش رو انجام داد و کلا یادتون باشه گذشته ارز خیلی مهمه. یه ارزی مهمه که چقدر درگیر عمل کرده. خیلی به من میگن سولانا، من سولانا برای سرمایه‌گذاری پیشنهاد نمیدم چون سولانا در سال 2021 تا 2023 بدترین عملکرد رو داشته، یعنی بیش از 90% ریزش حقیقت داشته. همین ریپلی که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم دوستان 4 سال درگیر دادگاه سک و بورس اوراق و بهادار آمریکا بوده و اصلا تکون نخورده قیمتش و حالا اومده توی مثلا یک ماه مثلا رشدهای چند صد درصدی انجام داده. من خودم نمیخرم ریپل رو، نیستم. خیلی عالی. اگرم من بخرم خیلی بنک اوکی. مرسی. حالا دوستانی که بودن صدا ضعیفه اینها، حالا فکر کنم فیلم مجموع صدا اوکی بوده، ولی خلاصه صحبت ها رو ما حتما هم داخل اینستاگرام هم داخل کانال میذاریم. من خواهشم اینه که دوستان عزیز اگر چون لینک کانال من اینجا بذارم قابل در واقع کلیک نیست و نمیتونید کانال رو باز بکنید، به همکارم رو پیام بدید دایرکت، حتما براتون ارسال میکنن، شما آره، کمکتون میکنن، راه میکنن. اگه استوری بذارید تو پیج شرکت و اون لینک رو بذارید که همه بیان تو کانال تلگرام، اونجا ما میتونیم وایس هم بذاریم براشون، خیلی دقیقاً. مناسب تر، یه سری آره، سیگنال هم میده. سوالاتتون رو هم حتما هم تو دایرکت هم ما با همکاری بچه در واقع یه استوری میذاریم، باکس درست کنیم برای سوالاتی که احتمالاً براتون پیش اومده، میتونید بپرسید و راهنماییتون میکنن. آقای فرزاد خیلی متشکرم، مرسی، تو سفرم قربون شما، هستید، زنده امیدوارم باشید. که دبی خوش بگذره و اینکه ان شاءالله به زودی هم قربون شما، میبینیمتون دیگه تا ممنون. چند روز آینده. انشالله مرسی وقت گذاشتید. انشالله دوستان چند روز. عزیز خیلی خیلی قربون شما، متشکرم، زنده باشید. مرسی که وقت گذاشتید شما هم و اینکه با ما همراه بودید. روز خوبی داشته باشید. ارادت، خدا خدا نگهدار. نگهدار.